ترکیه رزمندگان کرد را مسئول بمبگذاری مرگباری همین ماه در منطقه افرین می‌داند. رئیس جمهور اردوغان گفت صبرش به پایان می‌رسد. تحمل ما در منطقه هایی که منبع حمله از سوریه به کشور ما است تمام شده است. ترکیه میگوید گروه محافظتی مردمی کردها در سوریه با جدایی طلبان کرد رابطه دارد که آنها در قلمروی ترکیه می جنگند. گروه این ادعا را رد می کند. اردوغان گفت نیروهای کشورش همراه با آشوبگران تحت حمایت ترکیه در سوریه رزمندگان کرد را از شهر استراتژی تل رفعت بیرون خواهند کرد. با باور انقره جدایی طلبان کرد از همین جا حمله ها به نیروهای ترکیه در سوریه را راه اندازی می کنند. اما تل رفعت تحت نظارت نیروهای روسیه است. برای ترکیه اینجا همکاری و یا کمک روسیه ضرور می شود چون روسیه فضای آنجا را نظارت می کند. از بس که تل رفعت به مرز ترکیه نزدیک نیست، هر گونه عملیات به اجازه روسیه بسیار مشکل خواهد بود. ترکیه مدت‌های طولانی است به تل رفعت چشم دوخته است چون سه منطقه تحت نظارتش در سوریه را به هم می‌پیوندد. از طرف دیگر شهر مهم نقلیاتی و نزدیک به حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. از این رو به گفته ناظران گمان است که روسیه تل رفعت را در اختیار ترکیه بگذارد. روسیه معامله سخت خواهد کرد و در نهایت این معامله گذشت و گرفت‌های زیادی خواهد داشت. اگر روسیه فکر میکند که یگان چیز مهم در عوض شهر میگیرد، پس امکانی دادن آن وجود دارد و هم نباید فراموش کنیم در هر سه عملیات ترکیه در دو تای آن کمک روسیه هست. امریکا با گروه محافظتی مردم کردها در جنگ به ضد داعش کمک میکرد و هر گونه عملیات به ضد این رزمندگان کرد رابطه‌های پیچیده ترکیه و امریکا را پیچیده تر میکند. اما تحلیلگران میگویند حمله ترکیه به سوریه امکان پذیر است. نیروهای ترکیه 3 دفعه در سوریه عملیات انجام دادند و به گفته ناظران تهدیدهای اردوغان اکثرا عملی میشوند.